شاید فردوس سلام. سلام خوبی عزیزم؟ قربونه. فراز شم قمالی تو خوبی؟ خیلی فراشی. چکرتم میگم عزیزم به گوشی لباس اون زمین تو پاس نمیکنی؟ اینو نه والا اینجا جایی هستیم که همه حجابی و بده من پاک کنم بده من. بیا میشه یه بار دیگه پاک کنی؟ شیراز دستاشو قرار که چی میخندی؟ دستاشو نگاه کن شبیه پای مرغ گذاشته زیر سینه‌اش. پای خنده کیری طرف کی؟ وای سلام وای سلام چطوری بچه ها؟ چطوری بچه ها؟ یه ذره تربیت اشکال نداره فوش اشکال نداره بیش از فوش هرچی دلت میخواد بگو دلت میخواد ایران بگو اوف چه اینکی چه اینکی بابا دلتو دندونام که دارم که کامپوزی بر میخوره یه چند سر تا از این تتو یه چند تا تتو پیرسینگ داشته پیرسینگ باشی داشته دارم پیرسینگ تازه زدم عفونت کجا کرد کجا تو دلمه ولی اینقدر تو الله. بولیگه الله. قایم میشه دیده نمیشه. آخه با مزه است آخه با مزه است اصلا بازش اصلا بازش شنیدم دیگه این موجی بذار خیلی بکنم دارمش پریش چی خوبه؟ چی یه دوب داره بود بابا اسپانیا چیه؟ میدونم بابا از اون پشت ساختمان کیری معلومه ایرانی آره داشتم میگفتن یه دوبلوره بود دوبلوره این دوبله بی تربیتی میکنه یه قسمتش بوی شیر دریا از ایران تربیت. بخوریم اینجوری تو آب حرف میزنه همون داشتم میگفتم واسه بچه‌ها چی یه بار دیگه بگو نفهمیدم. با یه شیر دریایی از صبح حرف میزنه میخواد بیاد عرق بخوره خب آره همون داشتم میگفتم ندیدم میگم و زیدته بهش نمیخوره. نه من که بده ندیدم کلمه زید سوال بدم بود میاد. واسه خواستم اینه پسر یا دختری که نبودم اینو میخواستم متوجه شم حالا چرا زید ناموسن چرا زید آن زید؟ بچه کف شیراز فقط زید و دولک بیشتری کنی بازی آه حساب میشه کاکو برادر بچه کجا داش یکی نیست بیاد منو ببره خارج. خب بیا خارج چی کردی بوتار بچه کجایی بوتار بچه کجایی ایران. میدونم ایرانی کجایی ایرانی تهران. تهران خب بیا ببرم شیراز خب جای بیا دیدنم ببرمت زیاد شیراز جای داره یه دیدنم جایشم زیاد داره شبیه یه خارجی جایشم شبیه خارجی نداش مرسی ایران صرف شده نگو تو چند مرسی. سالته تو چند سالته؟ 20. ناموسن به من نگو داداش به من نگو داداش داش تیکه کلام منه داشت باید تحمل کنی. خب بگو به همه عزیزم میگم خب بگو عزیزم داش عزیزم. نه خب نه خب بچه یس. بچه شیرازی. آره بچه شیرازی. آره اگه اوکی اجازه عینک داشت اگه آفتاب. اجازه بدی آفتاب بدم تو بهت. نگی داش من هر تو کاری نگی بگی داش من هر کاری بگی میکنم میکنم اوکی عینکم واسه میخواد در بیار داشت. در بیار که دربیار که خب کجا عینکه. بودیم کجا چرا بودیم دست تو میگیری فیس چرا ببین دست زیبایی تو میگیری چشم فیس دست تو ببین بنداز زیبایی پایین چشم دست تو بنداز پایین اینجوری راحت ترم. چرا راحت تری چرا راحت تری جدی تو 20 راحت ترم سالته خب. جدی تو 20 سالته بیبی فیسم آره. خیلی بیبی فیسی خیلی بیبی فیسی چند میخوره 15. نه 15 اینا دیگه 16 15 17 اینا دیگه 16 16 17 تا 16 نه 19 سالمه مثلا میخوام برم 20. متولد چندی متولد چندی 82 چندش چندش اسفندش. باری کلا منم استندم باری چند کرد نیستم منم استندم چند اسفنده 13 شم. ای بابا من دوشم ای بابا من دوشم خب چند دوش چند 11 سالته روز مگه؟ از من کوچیک‌تری 11 روز از من کوچیک‌تره مگه تو هم 82ی؟ بهم نمیخوره بهم نمیخوره اصلا من پشمام ریشو رو ریختش بزنم اصلا. از تو من ریشو رو کوچیک‌تر بزنم بشم از تو کوچیک‌تر بشم ای بابا عینکتم در بیار. تازه نه اونو ولش کن تازه الان موهامو زدم تازه الان موهامو خیلی بیشتر زدم بهم الان میخوره یعنی خیلی فر بیشتر بودم بهم یه میخوره یعنی کوچولو فر توپ بودم یه اینجوری کوچولو توپ اینجوری سربازی؟ اینطوری بود علا نسبت الان چیزی هم نسبت بلنساتون نه چیزی هم بابا من بلنسات نه اسکلم بابا من اسکلم من تحصیل میکنم من تحصیل میکنم تحصیل میکنی خیلی هم عالی. رشته چیه؟ میشه من یه سوال بپرسم میشه من یه سوال بپرسم بپرس. خب آخرین رابطه‌ای که داشتی آخرین سر چی رابطه‌ای کات که داشتی کردی سر چی کات کردی سر لاشی بودن طرف. چرا همه چرا خب همه مثلا چی کار میکرد مثلا چی کار میکرد دختر بازی. دختر باز
خب اوکی تو ترجیح میدی اوکی تو ترجیح با میدی یه مرد خیانتکار خب. با یه پولدار مرد خیانتکار پولدار باشی یا یه مرد یا یه مرد وفادار ولی بی پول؟ وفادار ولی بی پول. کلا میشه مرد نباشه خودم هم بتونم مستقل بشم پول دار باشم. خب تنهایی مثلا پول خب داری تنهایی مثلا پول داری کار کن. مثلا تو آره خونه داشت تنهایی مثلا تو خونه باز عشق و حال باز میکنم گفتی داشت. داشت نه واسه من باشه، مثلا سیف. توضیح واسه بدم من مثلا تو توضیح توی بدم. خونه تو مستقل بده. توی شدی خونه زندگی مستقل خودتو شدی داری زندگی یه خودتو سوسک داری میبینی خب. با یه چی سوسک میکشیش؟ میبینی با چی میکشیش؟ خودم میکشم با خب دمپایی. اوکی خب یه اوکی مثلا خب. دود مثلا آبی چیزی دود خراب آبی میشه چیزی خراب میشه. خب مکانیک خب تعمیرکار. مثلا تو دولت بهتره مثلا تو که دولت بهتره که صد لوله خودم صد نه دست تنها نمیتونی لوله دست خودتو تنها بهتره کن نمیتونی ولشون خودتو بهتر کن لوله ولشون. آب خب لوله آب بکن مثلا 12 شب مثلا بهتره 12 که شب کدوم بهتره مکانیکی اوکی. کدوم مثلا مکانیکی 12 شب مثلا یکی نمیاد 12 شب یکی نمیاد. داشت 12 شب چرا باید داشت باز گفتم سه چرا باید 12 شب لوله بهتره که خب کدوم فشار لوله روشه دیگه هموم فشار روشه دیگه میتره خب میتره که ببین تو خب به یه مرد خودم تو نیاز به یه داری مرد نیاز داری. واسه حال لوله ها نمیده جدی حال مثلا کی نمیده میخواد جدی قربون مثلا کی صدقت میخواد بره کی قربون میخواد صدقت بره به تو کی امید میخواد زندگی به بده تو امید زندگی بده کنار داشت اینقدر قربون پیشرفت کن دیگه صدقه پیشرفت کن دیگه. یه لحظه ویت قربون صدقه فیک نمیخوام فیک چی شد مسئله واقعی دوست فکر همینه چشات داشت واقعی دوست داشت. جدی مگه آره هستش اصلا آره مگه هست برگرفته از داستان‌های تخیلی هستا که باید بیشتر هستا که دقت باید کنیم بیشتر دقت کنی. داشت از 10 نفر 15 نفرش داشتی از خیال تخت. من از داشت دیدم من از این داشت دیدم. خب آره بسه داشت تو هم خب بسه حتی شما بابا هم نگو دوست داشت دیگه داشتی. بابا خب نگو بخوام داشتی بخونم سرم خب چون مرسی داشت امیرم خب نگو داشت نگو با داشت پشت دستی باشه رو داشت دیگه میزنم نمیگم پشت دستی رو من میزنم. نمیگم دیگه نمیگم من داشت نمیگم من نمیگم سید بگو خب چون بیسکویت خب مادر رو با شیر چون بیسکویت میخورم مادر رو با ولی شیر بیسکویت پدر میخورم باید با کیر خب بیسکویت بخورم پدر باید با کیر بخورم. خب خب مثل کدوم بود جوکر مثل کدوم بود آها جوکه؟ ببین آها شباهت ببین شباهت مرد غرق شده و مرد بچه غرق شده ناخواسته و چیه بچه ناخواسته چیه؟ دوتاشتم دیر کشیدم بیرون میدونستی که میدونستی که خب آره واسه داشت خب بابا نگو داشت بابا گوسفند نگو داشت گوسفند. ببخشید باشه عزیزم باشه داشت آروم باش نمیگم عزیزم دارید بگم آروم باش داره بگم. خب 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 چیه امیر میشدم تو زندگی پسر بودم. خب الانم دختری چیز نمیتونی نه کارتو بکنه خیلی من بهت یاد بدم علاقه ندارم به پسر علاقه ندارم اه، فقط دختر دختر دوست داری؟ لزبیان. بخم؟ یعنی با پسر نه؟ مثلا با دختر جدی شد من دوست دارم از اینکه لزبیان سوال بپرسم واقعا با دختر چی کار میکنن آخه چیزی نیست که انجام آخه بشه قرار نیست که فعلا 18 سالمه قرار نیست چیزی برم تو یا خب الان اوکی 2 سال دیگه که 20 سالت شد اون موقع چی؟ باز اون موقع اتفاقی نمیخواد واقعا بیفته نه لذتش فعلا نه. کجاست؟ حداقل مثلا اونایی که لذتش گیین یه چیزی مثلا مثلا بعد انجام ببین میشه میره تا توش زمانی که مثلا یک رو پیدا کردی مثلا آدم بتونه باش اوکی شه مثلا آدم واقعا دوستش باشه اون موقع آره یه فکری میکنی. خب خب نمیشه دیگه اون خب موقع ببین چرا مثلا 5 6 سال دیگه یه چیزایی اختراع میشه کلا خب اوکی مثلا دنیای دیلدو اینجوری آوردم شده. میلرزید دا بازم نمیشه دیگه خب خب به من چه خب به توش خب با پسر چی کاری الکی خودتو به درد سر بندازی